فعالان جنبش شرف و حقیقت صبح بر وقت در کشینیوف پایتخت مولداوا اعتراض کردند. آنها در بزرگترین تظاهرات ضد فساد در مولداوا قبل از ساعت 8 دور اداره‌های دولتی راهپیمایی کردند که رمزاً از خواب خیزاندن رئیس جمهور نیکولای تیموفتی و آگاه کردنش از تخلفات مالی را به هدف داشت. تظاهرگران در مولداوا از گم شدن 1 میلیارد دلار از 3 بانک این کشور به خشم آمدند. فعالان میگویند تا زمان استعفای رئیس جمهور و رهبر بانک ملی مولداوا به اعتراضهای صبحگاهیشان ادامه می‌دهند. در شهر پشاور پاکستان ماموران پلیس محلی برای پاسخاطری افسرانی که در نبرد علیه تروریسم جان باختند گرد هم آمدند. در این مراسم پیوندان افسران کشته شده و شخصیت‌های سیاسی نیز شرکت کردند. با گفته مقامات پلیس در چند سال اخیر بر اثر حمله‌های طالبان بیش از 2000 افسر پلیس در پاکستان کشته شدند. صاحبکاران روسیه محصولات خود را در نمایشگاه در مسکو به تماشا گذاشتند. این کشور از پیامدهای تحریمات اقتصادی غرب اذیت می‌کشد، ولی صاحبکاران روس امیدوارند بنابه خود طلبات به محصولات آنها در بازار داخلی بالا می‌رود. در بین مال‌های نمایشی تجهیزات طبی برای کودکان، پرتیس‌ها و چند نوع ماشین از جمله ماشین‌های یاری تجلی و ماشین جیپ نیز دیده می‌شد. باغ حیوانات تیفلیس 3 ماه بعد از آبخیزی‌های خرابی آور در پایتخت گرجستان از نو باز شد. در آبخیزی روز 13 میون بخشی بزرگ باغ حیوانات تیفلیس خراب شد. 3 کارگر و بیشتر از 250 سر از حیوانات نادر باغ در آن آفت طبیعی هلاک شدند. یک ببر سفید را که از باغ فرار کرد و یک مرد را کشت ماموران پلیس کشتند. باغ حیوانات تیفلیس در آینده به یک مکان نو که در کنار شهر ساخته می شود کوچانده خواهد شد.